غیر از یک سری اخبار معمولی متاسفانه نتونستیم چیزی به خصوص به دست بیاریم قربان. چند سال پیش از یه مهندس کشاورزی مقاله میخوندم تحت عنوان حفظ سیلوهای گندم از گزند موشها. موشهایی که صاحبان سیلوها از دستشون به سطوح اومده بودن. پله‌گذاری و طعمه‌های سمی هیچ وقت نتونست کارساز باشه، چون قبل از اینکه موشهای مسموم به لونه هاشون برسن لای گندم‌ها از بین میرفت. تعفن اجسادشون کم کم باعث نابودی گندمان میشد، تا اینکه فکر بکری به ذهن این مهندس هوشمند دستور میده چند تا موشو توی یه بشکه بزرگ بندازن، یه بشکه نفت خالی. غذای 2 روزشون هم تامین میکنه، نون و پنیر و گردو. آذوقه که تموم میشه گرسنگی میاد سراغشون. اولشون رو دنبال راهی میگردن که هر جوری شده از بشکه بیرون بیان و خودشون رو نجات بدن، ولی نمیتونن. میتونی بشینی. بعد گرسنگی و تشنگی قوی‌ترا رو وادار میکنه که به ضعیف‌ترین موش حمله کنه. میخورنش. روز بعدش میخورنش. یه موش دیگه خوراک بقیه میشه. و فرداش موش بدبخت سوم. تا آخرین موش. بعد اونو برمیگردونن به سیلو. جایی که همنوعانه از همه جا بیخبرش دارن زندگی میکنن. حالا دیگه اونا به چنگ موشی میفتن که نه پنیر و گردو میخوره نه گندم. اون فقط موش میخوره، فقط موش، فقط موش. Hello, James. Welcome. Do you like the island? My grandmother had an island. Nothing to boast of. We could walk around it in an hour. But still, it was a paradise for us. One summer, we went for a visit and discovered the place had been infested with rats. They'd come on a fishing boat and gorged themselves on coconut. So how do you get rats off an island? My grandmother showed me. We buried an oil drum and hinged the lid. Then we wired coconut to the lid as bait, and the rats would come for the coconut, and boing, 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 they would fall into the drum. And after a month, you've trapped all the rats. But what did you do then? Throw the drum into the ocean? Burn it? No. You just leave it. And they begin to get hungry. And one by one, they start eating each other until there are only 2 left, the 2 survivors. And then what? Do you kill them? No. You take them and release them into the trees. But now they don't eat coconut anymore. Now they only eat rat. You have changed their nature. The 2 survivors. This is what she made us.